امروز کار به جای رسیده که هر انسان‌های لات و لاابالی رو هم مجبور کردن که لنگی بپوشن، چون متاسفانه لنگی در افغانستان به عنوان یک مظهر دینداری در بین مردم شناخته میشد. الان ببینید هر انسانی لنگی میزنه، عمامه میزنه. یعنی شما دیگه مثلا در کوچه و بازار دیگه فرق نمی‌کنی که آدم دیندار کی است، آدم بیدین کی است، آدم ملتزم کی است، مستقیم کی است، آدم فاسق و فاجر کی است. همه هم شکل هم شدن. و این یکی از بزرگترین مصائبی که میاره این است که هر عملی رو که یک انسان فاسق و فاجری که ریش داره و عمامه داره انجام بده به نام دین تمام میشه. میگن یک ملا این کار رو کرد، یک طالب این کار رو کرد، یک مولوی این کار رو کرد. مشکل ما این است که اینا رو به نام دین در بین مردم رایج کردن این غلط است. الان یک کلیپ رو نشون میدم، برز معذرت از موسیقی که داره. اینو با هم نگاه کنیم. خب ببینید دوستان عزیز، این است که این مسائل است که انسان از اون میترسه که یک وقت لنگی زدن در افغانستان یا همان عمامه، مردمای صاحب وقار، مردمای با عزت، علمای دین، شخصیت‌های بزرگ، رؤسای قبایل، خانها، یعنی انسان‌هایی که یک جایگاهی داشتن در جامعه، الان ببین از یک سر همه کارمند باید لنگی بزنه، دانشجو باید لنگی بزنه، دانش آموز باید لنگی بزنه، در مکتب و در مدرسه همه جا لنگی بزنن، اونم به نام دین، به نام اینکه این سنت است. نتیجهش میشه این تمسخر مردم. و کلیپ دیگری که یکی از دوستان فرستادن، نمیدونم تا چه اندازه صحت داره، که در یکی از مدارس شاگردان رو به خاطر اینکه لنگی نزدن دارن کتک میزنن، لت و کوب کردن به این شکل. یعنی این دیگه واقعا مصیبت است. این رو ببینیم. گفتن که این کس شاگردانی است که لنگی نپوشیده باشن، گرچه من اینو تایید نمی کنم، ردم نمی کنم، چون به خاطر خیلی مسائل دیگه هم این گونه متاسفانه میزنن، دیر آمدن یا بعضی مشکلات دیگر. اما نمیدونم، یعنی اگر واقعا به خاطر عمامه نزدن و لنگی نزدن اینطوری مجازات بکنن، دیگه این واقعا افتضاح است، مصیبت است.